شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه قطعنامه‌ای را درباره نحو تعامل با طالبان با اکثریت آرای 15 عضو دائمی و غیر دائمی این شورا به تصویب رساند. این قطعنامه با 13 رای موافق و 2 رای مخالف روسیه و چین به تصویب رسید. قطعنامه شورای امنیت در چارچوب اجرای پیشنهادهای مطرح شده از سوی فریدون سینیروغلو، فرستاده دبیرکل سازمان ملل تصویب شده که بر اساس آن انتظار می رود یک نماینده ویژه با مشورت شورای امنیت برای روابط دیپلماتیک با طالبان انتخاب شود. تصویب این قطعنامه با حمایت و استقبال برخی کشورها از جمله امریکا، ژاپن و امارات متحده عربی همراه بوده است. با این حال باربارا وودوارد، نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل، در این نشست گفته است که طالبان باید بر تعهدات بین المللی خود پایبند باشند. وی افزوده است طالبان موظفند به تعهدات بین المللی خود از جمله لغو فوری سیاست‌های محدود کننده حقوق و آزادی‌های اساسی زنان عمل کنند. در پیشنویس این قطعنامه که از سوی ژاپن و امارات متحده عربی تهیه شده، این دو کشور از سایر بازیگرهای جهانی و منطقه‌ای در قضیه افغانستان خواستار تطبیق این پیشنویس شده‌اند. این قطعنامه در حال تصویب شده است که چند روز پیش نصیر احمد فایق، نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل، در نشست گذشته این شورا گفته بود که مردم افغانستان مخالف تعامل جهان با طالبان هستند.